حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40 سال تجربه، 40 سال تلاش و صبر و گذشت‌ها تنها به خاطر آبادی وطن. فکر نو، انتخاب نو، آینده نو. اگر مراد ز دنیا کمال انسان است، راه کمال همین شاهراه یزدان است. هدف ز دین و ز دنیا صلاح انسان است. سال 2016 انتخابات ولایت‌ها، 2017 شهرها، ناحیه‌ها، 2018 هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود. مردم فرصتی در هر سال تغییر دادن موقع خود را دارند. اگر برای مثال در انتخابات 2015 فکر کرده است که آوازش به این حزب سیاسی خطا بود، برنامه‌های خود را عملی نکرد، در سال 2016 یا 17 رأیش را تغییر می‌دهد. ولی ما شما در 5 سال یک مرتبه انتخابات داریم. بنابراین باید که انتخاب کنندگان بسیار آگاهانه صحبت کنند. من پیش از آن که درباره برنامه صحبت کنم، بیاید با شما یک مصلحت کنیم، چون تالارم سرد است. من زیاد صحبت نکنم، بیشتر سوال و جواب شود، بیشتر یکدیگر را بشنویم، چون ما سیاستمدارها بسیار دوست می‌داریم که طولانی صحبت کنیم. من حاضر یک جلسه دیگر آمدم از جلسه حزبی، خواهش میکنیم 3 تا 5 دقیقه گپ بزنید، حداقل 10 دقیقه گپ بزنم. این یک عادت ما شده است دیگر طولانی صحبت کردن. خب معلم خواهد نخواهد 45 دقیقه بعد زنگ میشود دیگه اون طلبها گوش نمیکنن. ولی انتخاب کننده‌های بیچاره ما 2 ساعت هم گپ زدیم به خاطر احترام مهمان، شاید که اعتراض نکنم. من چند دقیقه نامزدها رو معرفی کنم، فعالیت حزب رو تا این لحظه، بعد درباره برنامه صحبت میکنیم، بعد آماده هستیم که سوال و جواب شما رو بشنویم. حزب نهضت در قطار 7 حزب سیاسی دیگر وارد این انتخابات شد و ما از لحاظ شماره پیشنهاد کردن نامزد شاید که بعد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان دومین حزب باشه. از روی رویخط که هر حزب حق دارد 28 نامزد پیشنهاد کند، هم حزب خلق دموکراتی و هم حزب نهضت 27 نامزدی پیشنهاد کردیم. البته 28 نامزد هر دو حزب پیشنهاد کردند، ولی از حزب خلق دموکراتی هم یک نفر به سبب کار اجرایی گذاشتن از روی خط بیرون کرده شد. یکی از نامزدهای ما به سبب در روسیه مهاجر بودن نتوانست سری وقت حجتایش را پیشنهاد کند به کمیسیه. ما خودمان خواهش کردیم از جناب شاهیان که از روی خط بیرون کند. همین طریق دو حزب 27 نامزدی پیشنهاد کردند. حزب‌های دیگر از 4 تا 7 8 تا 10 نامزد پیشنهاد کردند. در مجلس‌های ولایتی ما تا امروز 150 نامزد پیشنهاد کردیم. در مجلس‌های ناحیه‌ای نزدیک 600 نامزد داریم. شماره نامزدها به شوراهای جماعتی رو راستگاب نداریم چون عددش خیلی زیاد است. همین طریق از روی فعالیت حزبی، حزب ما یکی از حزب‌های خیلی فعال و آماده برای انتخابات هست و الحمدلله که تا امروز مشکلی جدی در روند انتخابات نداشتیم. البته به مشکلی هم نبودیم. باید انصافاً بگیم که حالا شاید که تاکید پرزیدنت و دستورهای پرزیدنت برای شفاف گذراندن انتخابات و تأمین شرایط برابر به همه حزب‌ها و نامزدها به بعضی مقامات و حاکمیت محلی نرسیده است. برق نیست، در بسیاری جاها مردم تلویزیون تماشا نمیکنن، شاید که دیرتر میرسد این تاکیدها. در بعضی ناحیه‌ها مشکلات بودن. برای مثال در بعضی جاها نه همه تالار دادن برای برگزار کردن این جلسه ها، ولی به هر صورت این جلسه ها برگزار شدن، کنفرانس ها انجام شد، نامزدها رو پیشنهاد کردیم. حالا مرحله ثبت نام نامزدها ادامه دارد. از حوزه های یک مندتی 22 وکیل ما پیشنهاد کردیم و مجلس نمایندگان. در مجموع ما 49 نامزد داریم به مجلس نمایندگان از 63 وکیل و انشاءالله امید داریم که اگر مردم اعتماد کرد به نامزدهای ما، به برنامه حزب رای داد، حزب نهضت تصمیم دارد که در پارلمان آینده حداقل یک فراکسیه داشته باشد. شما همتون خوب میدونید که از روی قانون‌های عملکننده کشورمون یک حزب سیاسی برای داشتن فراکسیه در پارلمان حداقل باید 5 وکیل داشته باشد.
امروز در حال حاضر این پارلمانی که کارش در دوام یک ماه دیگر به انجام میرسد، حزب خلق دموکراتی تنها فراکسیا داشت، دیگر 4 حزب دیگر، حزب ما، حزب کمونیست، حزب اگراری و اصلاحات اقتصادی همگی 2 وکیلی داشتیم که کافی برای تشکیل کردن یک فراکسیا نبود. ولی باید بدونیم که در پارلمان معاصر زمانه‌ای و دموکراتی به فراکسیا امکان ندارد که پارلمان کاری خود را درست انجام دهد. اگر در پارلمان یک حزب اکثریت را داشته باشد و قانونها تنها با خواسته یک حزب سیاسی قبول شوند، خواهد نخواهد در اون قانونها کمبودی‌های می شود. پارلمان جای بحث است، پارلمان جای تبدیل نظرها است. بهترین پارلمان ها و بهترین قانون ها وقتی قبول می شوند که در پارلمان بحث های جدی باشد. مثلا حزب نهضت یک لایحه قانون را پیشنهاد میکند، حزب خلق دموکراتی، حزب کمونیست باید بحث کنند، مخالفت کنند در جاهایی که لازم میدانند، در نتیجه لایحه قانون پخته می شود و این به نفع ملت است، کشور است. ولی وقتی اگر در پارلمان همه به یک رای باشند، هر کسی خواست یک لایحه قانون را پیشنهاد کرد، خواسته همون آدم، خواسته همون حزب عملی می شود و بعدا می بینیم که در نتیجه این گونه قانون قبول کنی در مرحله تطبیق مشکلات پیش می آید. ما نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که برنامه حزبی خود را برای انتخابات آماده می کردیم، بسیار فکر کردیم. اون گروه کاری که بالای برنامه کار کرد که کدام موضوع ها را برای ملت ما پیشنهاد کنیم، کدام موضوع ها از همه مهمترند. البته انتخاب کننده ما عادت کرده است که وقتی که برنامه انتخاباتی یک حزب رو میگیرد، همه مسائل در اون هست: اقتصادیات، سیاست، فرهنگ، دین، جوانان، زنها، معلم، تندرستی. برنامه پیش از انتخاباتی به این نمی شود. شما برنامه همه حزب‌ها رو باز کنید، ورق زنید، از خلق دموکراتی، از نهضت، از کمونیست، این مسائل همش در اونجا وجود دارد. همه وعده های خوب میکنند، همه دعوا دارد که اگر حزب من قبول شد، من فلان مقدار کارها را انجام میدهم و حیات مردم را بهتر میگردونم. ما دیروز در یک ملاقات با هم دیگر شوخی کردیم با دیگر رئیس‌های حزب، گفتم که دوره انتخابات یک دوره هست که حزب‌های سیاسی بین یکدیگر مسابقه میکنن که کی بیشتر و کی زیباتر دروغ میگوید. یک دوره خاص است. هر کسی که منبر میبرد، هر چیزی که توانست گفتن میگیرد، میگن که زبان گوشت به استخوان است. ولی حزب سیاسی جدی، مسئولیت شناس و نامزد جدی باید مسئله را وعده دهد که بعدا در 5 سال عملی کرده تواند. و اگر نتوانست، برای مثال در 3 سال فعالیتش دید که دیگر نمیتواند عملی کرده، باید صادقانه به مردم مراجعت کند، بگوید که من به شما وعده داده بودم که در فلان سال این کار رو انجام بدهید، این برنامه رو عملی میکنیم، ولی نتوانستیم با این سبب ها. با مردم باید بسیار صادق باشد، صادقانه رفتار کند. مردم این گونه سیاستمدار و این گونه حزب رو دوست می‌دارند. اگر چه کمبودی هم داشته باشد، میگه خب انسانی است، این بشری است، وعده کرد نتوانست، صادقانه اعتراف کرده است که من نمیتونم. ولی وقتی که از منبر بیایم و وعده‌های زیاد بدهیم که اگر حزب ما پیروز شد یا من نامزدم پیروز شدم، بعد 1 سال یا 2 سال برق شما 100% تامین می‌شود، فرزندان شما هم از مهاجرت برمیگردند، معاش شما خوب می‌شود، شما دیگر در زمستان در تالار سرد نمی‌شینید، در تالار گرم می‌شینید. این گپا ممکن هر کس شما سوال بیاد که با چی اینو عملی میکنید؟ کنی امکانیت شما از کدام حساب؟ بنابراین وقتی که ما برنامه‌ریزی کردیم، همه این مسئله ها را طراحی کردیم، در برنامه جا کردیم، ولی یک مسئله اساسی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بالای آن اهمیتی بیشتر می‌دهد. ممکن حزب اگراری برای نظر باشد که مهمترین پرابلم تاجیکستان حل مسائل کشاورزی است، یا حزب کمونیست یک برنامه دیگر دارد، حزب خلق دموکراتی یک مسئله دیگر را محور قرار می‌دهد. ولی برای حزب ما مهمترین مسئله در حیات سیاسی جمعیتی امروزه کشورمون این تأمین صلح و ثبات و وحدت ملت است. ما اگر در تاجیکستان توانیم برادری و وحدت و صلح و امان را
مستحکم کنیم، من باور دارم که مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی همش حل میشه. البته به معنی اون نیست که اونها کم اهمیتند، با اونها هم باید اهمیت داد، ولی آیا میشه در کشوری که صلح و ثبات نباشد، وحدت نباشد، ما درباره پیشرفتی اقتصادی صحبت کنیم؟ نمیشود، امکان ندارد. شما میلیاردها دلار را بیارید در پروژه های انرژتیکا، در معارف، در تندرستی صرف کنید، ولی اگر که صلح و ثبات نباشد، آرامش نباشد، اون در یک ماه همش برباد میشد. ما یک مرتبه جنگ شهروندی را اثر گذراندیم، 7 میلیارد دلار با بعض حساب ها تا 10 میلیارد دلار ما ضرری مادی داشتیم در زمان جنگ شهروندی. پس معلوم میشود که برای رشد و نموی کشورمان بخصوص تاجیکستان پیش از همه صلح و ثبات و آرامش لازم است. بعد دیگر مسائل رو میتواند با خاطر جمع در یک شرایط آرام و بالاش فکر کنیم. بنابراین ما در برنامه خود و در صحبت‌هایمان هم بیشتر بالای همین مسئله تاکید میکنیم. من دیروز سخنرانی پیش از انتخاباتی خود رو در تلویزیون ثبت کردم و همین شب ساعت 7:30 شاید یا بیشتر انشاءالله نمایش خواهم داد. اکثر مسائلی که من در اونجا برداشتم اونم باز به موضوع صلح و ثبات و امنیت داخل داشت. شاید بعضی انتخاب کنندگان بگن که خب چرا شما درباره اقتصادیات گپ نمیزنید، چرا درباره معارف گپ نمیزنید؟ در این مسائل حتما ما گپ میزنیم، برنامه داریم و برنامه‌ای که به شما تقسیم میکنم در اونجا نوشته شده است. ولی باز تاکید میکنم تا اگر ما صلح و ثبات و امنیت و آرامش رو در کشور تامین نکنیم، این برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی ما همش بیهوده است. بعضی‌ها بر این نظرند که صلح و ثبات و آرامش در یک کشور وقتی تامین می شود که همه به یک گپ راضی باشند. یک نفر، یک حزب، یک انسان، یک وزیر یک حرفی را گفت، همه باید قبول کنند، خاموش باشند، هیچ کس اعتراض نکنند. اگر شما خاموش باشه پس صلح و ثبات تامین است، ولی اگر کسی اعتراض کرد، کسی حقش را طلب کرد، او را به معنای ویران کننده صلح و ثبات معرفی میکنند که این طور نیست. ثبات و امنیت دائمی درازمدت در کشورهای می شود که در آنجا بحث هست، رقابت هست، تلاش هست، ضدیت‌ها و اختلاف‌ها هست، ولی این همه در چارچوب قانون است. قانون این همه را تنظیم کرده است، مدیریت کرده است و همه از حق انسانی خود استفاده میبرند، با یکدیگر بحث میکنند، تلاش میکنند، سوال و جواب میکنند. اگر وزیر یک برنامه را معرفی کرد، اپوزیسیون میگه نادرست میگی. اگر اپوزیسیون معرفی کرد، حزب حاکم میگه شما نادرست میگی، اثبات میکند، دلیل میارد. در رقابت سالم، در بحث و در اختلاف نظر حقیقت به وجود میآید. روسا هم یک ضرب المثل دارن که میگن істина рождается в споре، в дискуссиях. حقیقت در وقت بحث آشکار میشه. اگر ما با یک نفر اگر بحث نکنیم، ما گپ میزنیم، برنامه داریم و برنامه‌ای که به شما تقسیم میکنم در اونجا نوشته شده است. ولی باز تاکید میکنم تا اگر ما صلح و ثبات و امنیت و آرامش رو در کشور تامین نکنیم، این برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی ما همش بیهوده است. بعضی‌ها بر این نظرند که صلح و ثبات و آرامش در یک کشور وقتی تامین می شود که همه به یک گپ راضی باشند. یک نفر، یک حزب، یک انسان، یک وزیر یک حرفی را گفت، همه باید قبول کنند، خاموش باشند، هیچ کس اعتراض نکنند. اگر شما خاموش باشه پس صلح و ثبات تامین است، ولی اگر کسی اعتراض کرد، کسی حقش را طلب کرد، او را به معنای ویران کننده صلح و ثبات معرفی میکنند که این طور نیست. ثبات و امنیت دائمی درازمدت در کشورهای می شود که در آنجا بحث هست، رقابت هست، تلاش هست، ضدیت‌ها و اختلاف‌ها هست، ولی این همه در چارچوب قانون است. قانون این همه را تنظیم کرده است، مدیریت کرده است و همه از حق انسانی خود استفاده میبرند، با یکدیگر بحث میکنند، تلاش میکنند، سوال و جواب میکنند. اگر وزیر یک برنامه را معرفی کرد، اپوزیسیون میگه نادرست میگی. اگر اپوزیسیون معرفی کرد، حزب حاکم میگه شما نادرست میگی،
اثبات میکند، دلیل میارد. در رقابت سالم، در بحث و در اختلاف نظر حقیقت به وجود می آید. روسا هم یک ضرب المثل دارن که میگن істина рождается в споре или в дискуссиях. حقیقت در وقت بحث آشکار می شود. اگر ما با یک نفر اگر بحث نکنیم، برای مثال در پارلمان اطراف یک قانون بحث نکنیم، حقیقت از کجا آشکار می شود؟ مردم از کجا میدونن که این قانونی که قبول شده است به نفع ملت است یا بر ضرر ملت؟ نه همه قانون‌هایی که از طرف حزب حاکم پیشنهاد میشد بر ضرر ملت هم. بعضیا خطا میکنن، میگن که حکومت هر لایحه قانونی رو پیشنهاد کند اول منفعت خودش فکر میکند. این طور نیست. حکومت مسئول ملت است، منفعت ملت رو پیش از همه فکر میکند. ولی در حکومت هم انسان ها شدگیان، اونا هم نه پیامبرن نه ملائکن، مثل ما و شما انسان عادی هستند. دیروز معلم بود، میبینید که فردا وزیر شد، یا مثلا یک انسان عادی بود فردا میبینید که رئیس شد. همسایه ما هست، خویش و تبار ما هست. یک وزیر، یک وکیل معنی ندارد که از همه ما و شما داناتر است، ولی اون مسئولیت دارد. وقتی قانون را پیشنهاد میکند احتمال اشتباه در اون لایحه قانون هست. باید ما و شما وکیلان را طرز انتخاب کنیم که در داخل پارلمان توازن، بالانس رعایت شده باشد، که وقتی یک لایحه قانون از طرف حکومت یا یک حزب سیاسی پیشنهاد شد، دیگران اون را در ترازوی عقل، منطق و منفعت ملت بسنجند، بعد نظر بدهند که آیا قبول کنیم یا نکنیم. ما در طول 15 سالی که نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان نماینده داشت، من در 10 سال آخرش وکیل بودم، تا امروز هم هستیم. داملا سیدمرد حسینی 5 سال است که با ما وکیل هستند، معاون اولی ما که در این تالار نشستند. ما یک قاعده داشتیم، از هیچ کس پنهان نمی‌کردیم. در لایحه قانون‌هایی که از نگاه ما به منفعت ملت است، دولت است، مردم از آن فایده می‌بینند، پرزیدنت پیشنهاد کرده است، حزب کمونیست، حزب خلق دموکراتی یا یک نامزد خود پیشبری ما جانبداری می‌کردیم و آشکار می‌گفتیم که این لایحه را پیش جانبداری می‌کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه به ملت فایده دارد. ولی بودن لایحه‌هایی که ما سخت مخالفت می‌کردیم، آشکار می‌گفتیم که از نگاه حزب ما یا شخصا از نگاه من این لایحه قابل قبول نیست، بر ضرر مردم انجام می‌شود. درست است که حکومت پیشنهاد کرده است، حکومت یک برنامه را دارد، رو پیشنهاد کرده است، ولی معنی ندارد که ما 100% اون رو قبول کنیم. بعضی جاهایی که مخالفت دارن با منفعت ملت باید اصلاح شود. من چند مثال میارم. یکیش برای مثال قانون ایپاتیک بود. بسیاری مردم ایپاتیک چی نمیدونن، ولی ما قانون قبول کردیم. در اونجا یک بند رو وارد کردن که سرتیفیکت استفاده زمین به مال تبدیل داده شود، همچون مال خرید و فروش شود. برای مثال یک نفر خواجگی دهقانی دارد، همه سرتیفیکت میگیرن برای حقوق استفاده این زمین، 2 هکتار، 10 هکتار، 1 هکتار. این سرتیفیکت برای همین شهروند داده می شود که همین زمین استفاده برد برای یک مدتی معین. ولی بعد قانون قبول کردیم که اگر یک همین انسان خواهد از بانک قرض گیرد، همین سرتیفیکت میتواند گرو ماند. پول رو که برگردانده نتوانست، بانک همین سرتیفیکت رو میگیرد و این حقوق استفاده برای زمین به بانک میگذارد. یا از بانک از یک نفر دیگر قرض میگیرد. مثلا یک آدم پولدار به 10 تا خواجگی دهقانی پول قرض می‌دهد برای کاشتن پخته و همون سرتیفیکت ها رو همچون گرو میگیرد. آخر سال که قرض رو برگردانده نتوانست، در عوض همین پول این سرتیفیکت ها همش به مال این صاحب پول میشود. در نتیجه چی به دست میاد؟ و همین طور هم شد. وقتی ما مخالفت کردیم که این قانون باعث می شود که ما کپیتالیست های بزرگ رو در خواجگی قشلاق با وجود میاریم، زمین از دست دهقان می رود. کسی که دو کرد رفت برای خواجگی دهقانیش زمین گرفت، بعد 1 سال 2 سال میبینید که همه این سرتیفیکت ها در دست یک بانکیر یا رئیس یا یک خواجگیدار کلان جمع شد. مردمی که دو کردن زمین را گرفتن، به خاطر اون که قرض رو دادن نتونستن، تبدیل به مردکاری اون بای یا که بانکیر میشه و همین طور متأسفانه در بسیاری از خواجگی ها شد. وقتی که ما اون وقت این قانون رو مخالفت کردم، گفتیم احتمال دارد همین مشکلی پیش بیاد. بعضیا گفتن که شما سیاست‌های حکومت رو جانبداری نمیکنید. البته یک آدمی به عقل همین پیشنهاد کرده است، میفهمد که چی باید کرد.
ولی بعد دیدیم که آیسته آیسته مفلس شدن، خوجگی های دهقانا سرتیفیکات رو از دست دادن. بعد اکثرا گفتن که واقعا در اینجا ما اشتباه کردیم، چون وقتی که سرتیفیکات حقوق استفاده زمین دادیم در صورت ما باید این قانون رو قبول میکردیم که بانک ها حق دادن کردیت های دراز مدت و با فایز کم رو میداشتن. حاضر فایز قرض چقدر است؟ کمش 30% است، کمش 30%. کدام دهقان میتواند این گونه قرض رو پرداخت کند؟ بنابر همین من این مثال رو برای چی آوردم که شما انتخاب کنندگان محترم بدانید که وقتی یک حزب اپوزیسیون مخالفت میکنه در پارلمان، نه به معنی آن است که مخالفت به حکومت و دولت و به قانون ها دارد، بلکه مخالفت به سیاست های علاهیده میکنه. این در تمام دنیا معروف است. کشورهای پیشرفته را بینید، امریکا، آلمان، ژاپن، اون جاهایی که امروز جهان رو اداره کرده ایستادن، به خاطر چی هم ثبات دارن، هم اقتصادشون خوب است، هم کشورهای پیشرفتن، برای اون که آنها 100 سالها شد که با این نظام بسیار حزبی، پارلمان گوناگون اندیش و بحث و تلاش‌های داخلی پیشرفته ایستادن. ما یک تجربه یک حزبی رو داشتیم، همه یک حزب، همه با یک سیاست راضی. یک دولت ابرقدرت با وجود آمد، اتحاد شوروی، که ذخیره‌های بزرگ نفتی و گازی و جنگل داشت. خب نسلی که از ما کلانتر است تو همسال ما این زمان شوروی رو خوب در یاد دارن. بسیار دولت قوی بود که زور امریکا برای از بین بردن اون نمی‌رسید و با تنهایی خودش قریب که نصف جهان را در جنگ دوم جهان شکست داد و پیروز شد. ولی چرا به جنگ همین دولت از بین رفت؟ در جنگ اول بلشویکی شکست نخورد، در جنگ دوم جهان شکست نخورد، همین قدر جهان علیهش مبارزه بود، شوروی شکست نخورد، ولی خود به خود از داخل پشت. سبب چی شد؟ بعضی ها میگن که همین میتینگ ها شد و شوروی برهم خورد. این ساده بسیار عوامانه فکر میکنم. زوری کدام تاجیک رسیده است، زوری آلمان نرسید برای شکستن اتحاد شوروی، زوری امریکا نرسید، زوری همین 4 تاجیکی یا 4 تا گروزینی میتینگ کردگی میرسد برای شکستن یک ابرقدرت. این سبب نبود. سبب اساسی شکست خوردن شوروی این نبودن رقابت بود، نبودن گوناگون اندیشی در داخل بود. وقتی که آب اگر در یک جا قرار بگیرد، در کول، در یک دریاچه، آهسته آهسته گنده شدن میگیرد، رنگش سبز میشود، دیگر خوردن و آشامیدن از اون آب درست نیست، چون کرخ شد. آبی از همه پاک کدام آب است؟ آبی که در درونش همیشه غلیان باشد. همیشه آبی دریا را ببینید چقدر تازه است. برای چی؟ برای که فقط در حرکت است، در ضدیت است. از این طرف سنگ میزند، از این طرف فشار هست. آبی دریا پاک میماند، جوشان و خروشان است. ولی آبی کول یا آب یک حوض ایستادگی بعد یک ماه میبینید که دیگر کرخ میشود، از استفاده بیرون میشود. دولتداری هم همین است. اگر مخالفت نباشد، ضدیت نباشد، جوش و خروش در داخل دولت نباشد، آهسته آهسته رکود میشود، کرختی با وجود میآید، از درون پوسیدن میگیرد. مثل اتحاد شوروی یک روز میبینید که خود از خود یک دولت ابرقدرت از بین رفته است. همه دولت ها، همه ملت ها نیاز به آن دارند که این ضدیت اندیشه وجود داشته باشه. حزب نهضت هم همونطوری که معرفی کننده محترم نماینده گفتند، وظیفه همه حزب‌های سیاسی آبادی و رشد ملت است. از آن جمله حزب ما هم ما نیت داریم که انشاءالله اگر در پارلمان آینده طرز شود که یک چند حزب فراکسی داشته باشند، با هم بحث کنند، با هم رقابت کنند، این به فایده شما هموطنان عزیز است، به فایده انتخاب کننده است. شما اگر گپتون در یک حزب نگذشت به حزب دیگر میگید، به اینش نگذشت به سومش میگید، در نتیجه یک راه حل پیدا خواهد شد. من در اول وعده دادم که طولانی صحبت نمیکنم، ولی باز هم همون عادت خودمون ویران شد. تاجیکی خودمون همون که زیاد گپ میزنیم همون نشان دادیم. با همین من صحبت خود رو در اینجا به اتمام میرسانم. اگر سوال گفتنی پیشنهادی باشد ما در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خب اینجا من خوب شد که خاطر رسون کردید. البته نامزدها اینجا زیادن. از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داملا سیدمر حسینی معاون اولی ما در روی خط هستند و هم در حوزه وحدت نامزد هستند. محمد جان نوری در روی خط ما جای سوم هستند. خواهران ما
گلبرگ سیفا و ظرفا رحمانی، شرافت حسینی و رقیه نوری هر چهارشون نامزد ما هستند در روی خط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. ولی 3 نفر از این خواهران باز نامزد در حوزه‌های یک مندتی شهر دوشنبه هستند. یک چیز دیگر هم اینجا خاطررسان کنم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در 4 ناحیه شهر دوشنبه 3 نامزدش زن هست. تنها در ناحیه سینا ما یک برادر رو پیشنهاد کردیم، واحدخان قاسدینوف. خانم گلبرگ سیفا من خواهش میکنم خیزن، اون کس نامزدی ما در همین حوزه شما است، ناحیه اسماعیلی سامانی. 5 سال پیش در ناحیه شاه منصور نامزد بودند، رقابتشون بسیار رقابت خوب بود با خدا رحمتی سفرعلی رجبوف. یعنی منظورم چی است؟ بعضی‌ها میگن که پاک اسلام، دین مبین اسلام یا حزب اسلامی برای زن تنها کنج خانه و پختن و شستن رو پیش بینی میکنه که این بسیار فکر غلط است. ببینید من برای چی گفتم که برنامه یک حزب سیاسی عبارت از 10 مسئله است. اگر درباره همه آن گپ زنم اینجا چند ساعت وقت لازم بشه. اگر در مسائل مثلا تصور کنید که در همین طول روز من درباره تیپ گپ زنم، درباره فرهنگ و چند مسئله دیگر، شاید چند معلم بیاد که برای چی درباره معارف گپ زدید، یا درباره معارف گپ زنم ساعت تندرستی و ساعت فرهنگ بیاد که چرا شما ما چی کم بودی داریم درباره ساحه ما گپ نزدید. هیچ امکان ندارد که یک نامزد یا یک حزب سیاسی در یک واخوری تمام این پهلوها را بررسی کند. ولی سوال شما بسیار سوال مشخص است که با کدام راه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر پیروز شد در انتخابات معاش را بلند می‌بردارد. امروز معاش حد میانه یک شهروند میدونید چقدر است در تاجیکستان؟ یعنی در کشورهای پساشوروی از همه کمتر معاش در تاجیکستان ما هست. و اگر خطا نکنم شاید در بین همه کشورهای جهان 200 کشور ما در 20 گانه کشورهای باشیم که معاش شهروندان از همه کمتر باشه. این سبب‌های زیاد دارد. یکیش پس بودن اقتصادیات، دیگرش کروپسیا، فساد یا رشوه‌ستانی در جامعه ضربه اساسی را پیش از همه به جیب شهروندان می‌زند. این معنا نداره که در جامعه ما پول نیست. بودجه دولتی ما میدونید سال 2015 چقدر است؟ 2 میلیارد و 300 میلیون دلار. دولت در اختیارش در سال 2015 2 میلیارد و 300 میلیون دلار دارد. این پول رو باید دولت تقسیم کند به معاش، نفقه، استیپندیا، ساختن راهون، ساختن راهها و 10 مسئله دیگر است. ولی معنی رو نداره که در جامعه ما پول ملت، پول دولت همین 2 میلیارد دلار است. در جامعه ما پول از این بیشتر است. ولی کجا می رویم؟ چرا ما اگنتی زیر کروپسیا تأسیس دادیم؟ حکومت خودش تأسیس داد. برای آن است که در جامعه ما کروپسیا زیاد است. پوراگیری، رشوه‌ستانی، سوء استفاده از منصب. برای چی برق نمی رسد؟ برای آن که در سیستم برق تاجیک کروپسیا هست. برای چی معاش به مردم بیشتر کرده نمیشه؟ برای که بودجه در پول کم وارد میشه از حساب برق، از حساب دیگر حالتهای کروپسیونی. یک سبب دیگر هم دارد. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیروز شد، پیش از همه ما مبارزه علیه کروپسیا وسعت میدیم که اصلا فرهنگ رشوه دادن و رشوه ستاندن در جامعه از بین برده شود. شاید شما سوال کنید که اینا چگونه عملی میکنید؟ کنی مکانیزمش که شما وعده کرده ایستاده. بازی من گفته ایستادم. اگر تقریبا سوال شما را درست فهمیده باشم، مقصد اساسی شما این است که پیش از انتخابات شما خودتون چی کار کردید که این وعده رو میتید؟ همین خیلی شد. چون که این سوالا بعضی جوانان رو در هر جا که ببینم اولین سوال همین است. شما خودتون چیکار کردید که درباره اقتصاد گپ بزنید؟ شما فرق بین حکومت و حزب سیاسی را میدونید ان شاء الله. دانشجو هستید یا که کار میکنید؟
استای تعمیر اتومبیل. شما در مخوری با حزب سیاسی آمدید، فرق بین حزب سیاسی و حکومت هم میفهمید نه؟ حزب سیاسی چیکار باید کند از نگاه شما؟ حزب سیاسی نه بودجه دارد، نه پول دارد، نه برق دارد، نه ماشین دارد، نه وظیفه‌دار دارد. حزب سیاسی طبق قانون جمهوری تاجیکستان یک کار میکند: تشکل اراده سیاسی شهروندان. همین قدر وظیفه دارد. اراده سیاسی شهروندان را تشکل می‌دهد توسط صحبت‌هایش. میگوید برادران عزیز، اگر به من رأی داده، من وقتی که حکومت گرفتم برنامه اقتصادی رو این طراحی میکنم، عملی میکنم. حاضر که حکومت در دست حزب خلق دموکراتی است، برای مثال فردا اگر حزب کمونیست شد، بعد از اون که به سر قدرت آمد، حاکمیت رو گرفت، شما میتونید از او سوال کنید که برادر عزیز، حزب محترم، شما 5 سال یا 10 سال در حکومت بودید، حزب شما بودجه در اختیارتون بود، میلیشیا در اختیارتون، معارف همه سوال در اختیارتون، 3 میلیارد و 200 میلیون دلار در اختیار داشتید. برای بلند برداشتن معاش معلمان، کارمندان چی کار کردید که امروز وعده میدید؟ یگان حزب سیاسی دیگر غیر از حزب حاکم به این سوال شما جواب دادن حق ندارد و جواب هم نمیدید. فقط میگوید که اگر من سر قدرت اومدم این کارها رو انجام میدم. یکیش بر ضد کروپسیون مبارزه میبریم. دیگر مثلا یک برنامه بسیار عادی است. ما در همین قانون بودجه وقتی که ما در پارلمان بحث کردیم با نماینده وزارت مالیه، من گفتم خب ببینید ما 800 میلیون سومونی، این به سوال شما جواب، 800 میلیون سومونی ما در سال 2015 صرف چهاربینی‌های عمومی فرهنگی میکنیم در همه سطح‌ها، در محل‌ها، در مرکز، همش اگر جمع کنیم 800 میلیون سومونی. این پولی کم نیست. خب من گفتم ما یک مدت بسیار ضرورت داشتیم بر چهاربینی‌های عمومی فرهنگی. آیا خوب نیست که همین در سال 2015 وقتی که مهاجرین پول کم فرستاده ایستادند، انداز کم وارد شده ایستاده است، گمرک کم وارد شده ایستاده است، برای اینکه معاش مردم را بلند برداریم، همین مبلغ را به استحصالات روان کنیم، نه به چهاربینی‌های عمومی و فرهنگی که خیر الحمدلله 15 سال شد هم همون دیگر همین دیدیم که تاجیکستان تنج و آرام است، معرکه‌های خوب می‌گذرونیم. بیهوده نگفتن که اگر نام باشد، برژنف این گپ گفته نام باشد سرود هم میشود. اگر مردم خودش که در معاش داشته باشد در خودش رقص خودش کردن میگیرد، بعد هست موزیک هست، رقص بازی میکنه. شرط نیست که ما در همه اجرا با 800 میلیون سومونی کار تامین کنیم. این میشود معاش، بلند برداشتن معاش شما کارگران. یعنی حزب سیاسی با شما فقط همین چیزا میگید. این سوال‌هایی که میگن که مثلا شما مثلا بعضی از ما میپرسن، میگن که خودت با این ملت چیکار کردی؟ با این مردم چیکار کردی که حاضر گپ میزنی؟ و یک شهروند با ملت چیکار کرده میتوند؟ یک انسان، من، شما یا که این معلمه با این ملت معلمه باشد، با ملت خدمت میکند، کاری خودش هم چون معلم انجام میکرد. تمام. این وظیفه دار نیست که رفته بیمارخانه سازد، راه سازد. با این سوال دادن که خودت چیکار کردی غیر منطقی و غیر اخلاقی است. یا من وکیل مجلس نمایندگان وظیفه فقط قانون قبول کنی است. رئیس هیچ فقط با مردم ملاقات کردن است. با من سوال دادن که خودت چیکار کردی غیر منطقی است. یا من از شما پرسم فردا اگر شما نامزد شوید دوست جوان در یک محله، من بیام که دوست جوان خودت به این ملت چه خدمت کردی که امروز نامزد میشوی؟ کنی زواج ساخته، کنی معاش بلند کرده. این سوال من با شما غیر منطقی نبود. بنابراین همین سوالی که شما دادید همچون شهروند حل کنید، ولی بسیار خوب میبود که این سوال رو وقتی که نماینده حزب حاکم در منبر برآمد میکند، میگوید که من معاش شما را من اینقدر میبردارم یا فلان کارها را انجام میدیم، سوال دیدید که خب همین قدر سال شما در پارلمان اکثریت بوده، حکومت اکثریت، چی کار کرده تا امروز چرا بلند نبرداشتید که امروز وعده میدید؟ میلش؟ سلام علیکم. در برنامه پیش از انتخابی شما قطعیت اومدی دستگیری دخترها و زنک‌ها اینجا نکشته است که با کار تامین میکنه. اومدی فعالیت کاری شما نسبت به جویی اعضای حزب همچون چند تبلیغ خلقی کردن و مدعا کردن و سوء استفاده کردن دست به آموزش همین زنک‌ها و دخترها کردن یگان چاره‌جویی از طرف شما شده است نسبت به همین اعضای سلامت باشید. من بسیار خوشحالم که برادر ما غمی خواهران و مادران میخورد. و معلومات شما برسونم که یگان نفر از اعضای حزب ما
دست به این کارها نزده است و هر کسی هر چیزی درباره حزب ما گفته است یا نشان داده است یا آوازه پهن کرده است دروغ محض است، تهمت است. این را علاقه ملت فهمید، دید، سنجیدن. البته یک معرکه تبلیغاتی بسیار ناسالم و ناجوانمردانه شروع شده بود. خواستن که با نشان دادن این نوارها و ساختن این گونه نوارها منتج کردن، فتوشاپ کردن و حتی بعضی جنایت‌هایی که بعضی شهروندان چی مرد و چی زن آنها را صادر کردن، آنها را به نام حزب ما ثبت کردن، پهن کردن که بالاخره آشکار شد، فاش شد و همه میدونن که دروغ است. ولی جای تعجبش این است که همین دروغ محض و همین تهمت‌ها از طرف انسان‌های عادی نه، از طرف تلویزیون‌های رسمی پهن کرده شد. به ملت شدیدترین ضربه را همین تبلیغات‌ها زدن. من امروز یک صحبت داشتم در جلسه وسیع حزبمون، همین مسئله را هم گفتم برادر عزیز، چی در مسئله زن چی مرد. مثلا ما سیاست ما را نسبت زن اگر خواهد مرحمت دیده در شهر دوشنبه از 4 نامزد 3 تا خواهر پیشنهاد کردیم، 10 تا زن وکیل شده است به مجلس نمایندگان امسال از حزب نهضت. ما دهها برنامه‌های دیگر داریم، ملاقات‌ها هست، کار با فعالان زن خیلی خوب است. ولی مسئله دیگر است. همگی 6 یا 7 نوار نشان دادن در تلویزیون دولتی و در دیگر رسانه‌ها آید همین حادثه‌ها. دوست جوان شما اگر معلوم شد که مسئله رو خوب میدونید، اگر همش تماشا کرده باشید، همگی 6 یا 7 تا بود. یکیش نشان دادن یا تمام باشد گفتن که فلان اعضای حزب نهضت حتی کارت حزبیش هم نشان دادن با امضای خود من از ناحیه اسفره که تجاوز کرده است به ناموس بعضی حتی دخترانده را شده از کسی. بعد وقتی ما حیران شدیم گفتیم نه خود این کار کرده باشه، تلویزیون دولتی نشان داد، نام و فامیلش گفت. زود زنگ زدم، در خارج بودم من، سفر خارجی، زنگ زدم به مسئول حزب که مسئله بگید چی گپ است. رفتم اسفره تحقیق کردن، آوردن همین بلیت با همین رقم با امضای من در نام یک خواهر نوشته شده است، در نام مرد نه. اون زن آورد گفت که بلیت من به همین رقم هست. نام این آدم از کجا پیدا شده است؟ با ریش، یک عضو نهضت اسلامی تاجیکستان ریش چسباندن در صورتش. بعد وقتی رفتم دیدم آدم نه نماز میخونده است نه ریش داشته است، یک آدم فاسق جنایتکار برای کدام جنایت به دست افتاده است. بعد او را متاسفانه بعضی از کارمندان مقامات که خودشون افلاس هستند، من از گفتن این جمله نمیترسم، اونا مجبور کردن که اگر راضی شوی و همین صحبت‌ها را در تلویزیون کنی با همین شکل ما پرونده جنایی خودت را میبندیم. زن همون آدم وقتی که ما نوار ویدیویی داریم بیانات داد، گریه میکرد که این شرمندگی که نسبت خاندان ما کردن، نسبت حیات شخصی من کردن، هیچگاه نمیبخشم. که شوهر من نه تنها اعضای حزب شما نیست، اصلا نمیدوند که در دنیا حزب هست یا نیست، نماز نمیخواند، عرقخور است. وقتی که این همچون اعضای حزب شما ریش چسبانده صورتش در تلویزیون دولتی نشان دادن، از این دیگر شرمندگی برای خانواده و برای ملت و دولت نیست. وقتی ما همه اینو اثبات کردیم، همون آدم غیب زد، خانه‌شون رفتیم، پدر و مادرش برادرش پیدا کردیم، گفتن که به ما هم دیگه نشان نمیدهند. چند مدت خبر شد که در حبسخانه یا در بیمارستان فوتی است. ببینید برادر عزیز، شما اگر غمی خواهر میخوردید، غمی ملت یک مرتبه رفتید به همون تلویزیون بگید که چی شرمندگی بود که به نام ملت کردید. شما خواستید که نهضت اسلامی تاجیکستان را بدنام کنید، ملت را بدنام کردید. خواستید که نهضت اسلامی تاجیکستان را بدنام کنید، مادر تاجیک را بدنام کردید. یا 10 نفر همین گونه نمایشی که نشان دادن. بعدا آشکار شد که خب هر کس نمیتواند نوار بگیرد در خانه یک کسی دیگر. در این خانه ها مخصوص کامیراها آماده کردگی، زنها پیشکی آماده کردن، زنهای مخصوص رو رفته خودش در نکاح یک آدم در آورده است. اون بیچاره فکر کرده است که این زنی خودم است، به خبر که در این مهمانی این زن میاد زن گرفته است، در اینجا نقشه‌های دیگر است. کنی یک جوانی به ناموس تاجیک مثل شما صاحب کار که خسته باشد با ناموس ملی بگه که چیکار کرده ایستادید و خاطر مبارزه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رقابت سالم نمیبرید و ملت و مادر و فرزندان ملت رو بیابون کردید. من مسکو بودم برادر عزیز، چند پیش با مهاجرین صحبت داشتم در مسکو، بچه‌های تاجیک آمدن مثل خود صاحب کار بسیار غضب‌آلود گفتن شما چیکار کرده ایستادید؟ گفتم چی گپ است؟ و این
наварҳое ки телевизиони тоҷикистон нишон дод дар бораи кадом як зани тоҷик ин корҳоро мекардааст. ҳозир дута шабакаи хусусии Россия ва як канали кишвари ҳамсояамон шабу рӯз нишон дода истодааст ки мардҳои тоҷик ҳамаш муҳоҷир шуданду занҳошон ба ин кор машғул. мардҳои тоҷик муҳоҷир шуданд, занҳошон ба ин кор машғул. ва ё домани моро гирифтанд ки шумо вакил раиси ҳизб миллат куҷо рафта истодааст. кани ки садо баланд кард, гуфт ки чаро зани тоҷики хе шарманда мекунед. Кадом миллат ҳаст ки ҳамин камбудиёро надорад? Ба ман хезед як миллатеро дар дунё нишон диҳед ки ҳамин гуна камбудӣ нест. Кадом дин ҳамин камбудиёро надорад? шумо медонед ки дар соли 2013 калисои католикӣ бо дархости кумитаи созмони миллат оид ба ҳуқуқи инсон 10,000 парвандаи, ман узр мехоҳам аз модарон ва аз хоҳарон дар ин ҷо нишастагӣ, аз ҳамаи иштирокчиён 10,000 парвандаи таҷовузи кӯдакони ноболиғ аз тарафи муллоҳои масеҳӣ баррасӣ карда шуд. дар калисоҳо дар созмони миллат кумитаи дифоъ аз ҳуқуқи инсон бонги хатар зад ки чӣ гап аст? 10,000 парванда. попи Ватикан дар ҷавоб гуфт ки бародарон, ҳар кас ҷинояти худаш кардааст, ягон дин гунаҳгор нест. вале вақте ки як бадбахт як ҷиноятеро содир кард, дар мо одат карданд ки зуд дар номи дини мубин ислом ё ҳизби фалон ё маҳаллаи фалон мечаспонанд ки фалон маҳалла гунаҳгор аст. наҳзати исломии Тоҷикистон, ман инро бо камоли масъулият мегӯям, бародари азиз, аз байни ҳамаи ҳизбҳо камтарин ҷинояткорро додааст. инро бо статистика ва рақам мегӯям. вазири муҳтарами дохилӣ дар як нишасти матбуотиаш эълон кард ки дута гумонбаршуда гирифтем аз ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон. эълон кард ки якташ аъзои ҳизби таҳрир будааст ё чӣ коре мекардааст. баъд ман занг задам, худо раҳматш кунад, ҳумидин Шарипов вазири корҳои дохилӣ буд. гуфтам ки ҷаноби вазир, ду нафарро гирифтед, гуфтед ки аъзои ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аст. гуфт ки бале. гуфтам дар ҳамин нишасти матбуотӣ гуфтед ки мо дар ҳамин моҳ 150 та парвандаи ҷиноӣ боз кардем, ошкор кардем. дигар 150 ҷинояткор аъзои кадом ҳизб буданд? гуфт росте гап, иниш аҳамият надодем. барои чӣ ду аъзои ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аҳамият медиҳед, 150 ҷинояткор аз ҳизби дигарро номбар накардед? гуфтам хайр майлаш инаш. худатон гуфтед ки 20 та дар ҳамин сол нисбати милитсионер 20 та парвандаи ҷиноятӣ кушода шуд. фақат дар вазорати корҳои дохилӣ. чанд ҳазор корманд доред? гуфт ки 36,000. ман гуфтам ман 40,000 аъзои ҳизб дорам. дар як моҳ аз 40,000 ду та муттаҳам ҷинояткор додем. шумо аз 36,000 дар як моҳ 20 та ҷинояткор додед. фарқа дида истодед ки чӣ қадар зиёд аст. барои чӣ танҳо ҷиноят ё хатогии як ҳизб ошкор карда мешавад, аз дигарон не? агар мо воқеан мехоҳем одилона баррасӣ кунем, софдилона гап занем, ислоҳ кунем, бояд баробар бигӯем, ҳамаро ошкор кунем. ё ҷинояткорро мансубияти ҳизбияи ҳамаро гап занем, ё аслан дар бораи ҳизб гап назанем. инсон ҷиноят содир кардааст. муаллимам ҷиноят мекунад, духтурам, аъзои ҳизбам, депутатам, вазирам, ҳама ҷиноят мекунанд. вале инҷа ҳизб ё маориф ё тандурустӣ гунаҳгор нест, инсон гунаҳгор аст. бинобар ҳамин саволҳое ки шумо додед, ман бовар дорам ки шумо ғами миллата мехӯред, ғами занҳои тоҷика мехӯред, ғами мардҳоро мехӯред, вале хоҳиш мекардам ки дар оянда вақте ки ҳар кас зидди миллат гап зад, миллатро таҳқир кард, ҳамчун ҷавонмарди тоҷик бархезед бигӯяд ки бас мехоҳад таҳқир кардани миллату зани тоҷик дигар раво нест. шумо гуфтанд ки гапҳо ҳамаш дурӯғай ва чӣ ба ҳамин муллоҳо аз байн рафтана хеле вообще дигар баромад намекунанд, то шамол нашава, барги бедам намечабава. мисол худам дидагиам ки дара писари тоҷик нева, яъне мардаки риштдор ба номи мулло ҳаваси духтари тоҷикро мехӯрад. яъне мақсади гапи ман ки то шамол нашава, барги бед намечава. комилан дуруст аст хоҳани азиз. ман ба шумо мувофиқ ҳастам ки ин гуна ҳодисаҳо дар ҷомеа ҳаст, буд мемонад. мулло ҳам камбудӣ дорад, муаллим ҳам дорад, милиса ҳам дорад. ҳеҷ инсон даъво накунад ки вай бегуноҳ аст, бекамбудӣ аст. бекамбудӣ фақат худованд худаш аст. дигар ҳар касе ки инсон ҳаст, инсон нафс дорад, инсон хоҳиш дорад. яке эъмон одам аз дарун нигаҳ медорад, агар эъмонаш комил бошад, дигари қонун. агар эъмону қонун набошад, назорат накунад, ҳар инсон
خواه ملا باشد، خواه وزیر باشد، خواه معلم، خواه ملیسا و به این کمبودیا راه میتید. ولی ببینید آیا همین گونه کمبودیا فقط در بین داملا هست یا که جامعه در همین کمبودیا هست؟ اگر این کار حقیقت نمیداشت خیلی نه این کار حقیقت داره، من نمیگم که این کار حقیقت نداره. ولی شما بسیار سوال خوب دادید. همون آدما کجا شدن دیگه؟ واقعا همه موضوع البن رفتن. نه ما هستیم از بین هستیم. این همین اشتاقی همش مولا همین داخلی زد 50% مولا. همه اینا همش مولا از بین نرفتن. در نظر شما من فقط همین مولا دیگه از تلویزیون مفتی گپ داده شده از هر روز و مولا هست. نه که حقیقت روی آب را نطوری هم خیلی هستن که میکنن میکنن. نه ما نمیگیم که نمیکنن. باز تکرار میکنم خواهر است. این گونه رفتارها، این گونه اخلاقی بعد در همه جامعه هست. در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه، در زمان پیامبر شما اگر تاریخ پیامبر را بگیرید ورق بزنید، پیامبر زنده بود، وحی خدا را میآورد. در پهلوش از مدینه منور در زمان پیامبر شهر کلام نبود، از شهر کلام شده است. همگی یک قشلاق بود. بعضی سرچشمه‌ها تاریخی میگن همگی 3000 اهالی داشت. در بین 3000 در زمان خود پیامبر چندین حادثه‌های زنا، دزدی، آدمکشی شد. وقتی که پیامبر خودش نمیتواند، قدرت بشری نیست، این خداوند خودش فقط حل میکنه. دیگر موها که اکنون دیگر از دست مفتی و رئیس حزب و از دست پرزیدنت چی میاد دیگر که دیگر این پیش این همه جمعیت ها رو بگیرد. ما حاضر گفتم 30,000 ملیسا داریم. مقامات قدرتی ما در مجموع 800,000 زیاد است که وظیفه اینو فقط دزد جنایتکار گفتن، ولی جنایتکار پیش گرفتن نمیتونیم. بنابر همین در جامعه خواهی نخواهی خواهر عزیز این چیزا هست. بعد یک طرز هم رفتار کنید که دیگر به شما نه مولا چشم علو کند، نه معلم، نه بچه یواش. این رفتار خیلی انسان هم وابسته است که همین انسان اگر مثلا میگن که همین پول تا یا که تاجیکان ضرب مثال میگن که چیزی تصاحب شو همسایت دوست نگیر. من اگر پول ما در یک جای بودم که هر راهگذر بیند اگر دوست دیده نشم درست که باید دوست است، ولی منم گناهکارم دیگه. ولی خیلی انسان وقتی رفتار کنه در زندگی، در نقلیات، در جامعه، در مکتب که طرف دیگر مولا است، استودنت است، معلم است، همون رو بیند احترامش کنه. اگر باز هم بعد این هم اگر چشم علو کرد پس اون جنایتکار است. ولی کوشش کنیم که نه مرد نزن دیگر خودمون جامعه را به فتنه تله نکنیم. همیشه میگم که شما دو پیاله را دو استکان بگیرید، در یک تاش آب صاف مانید و در یک دیگرش آب لایالود. بعد در پهلوی هم مانید و یک قطره رنگ در آب لایالود پرتوید و یک قطره رنگ در آب صاف. در کلامش تیزتر نمایان میشد. در آب صاف. دین و آدمان دیندار مثل همین استکان آب صاف است. و دیگر بخشای جامعه را نمیگم که اونها پاک نیستن، ولی کمبودی اونها کمتر آشکار است. حتی بعضی‌ها میگن که خب کار اینا همین است. میبینن یک کمبودی میگن کار اینا همین است. ولی وقتی یک آدم دیندار واقعا هم اگر کمبودی صادر کرد، از بین 100 جنایت چشم مردم همون میبینن. این ملاحظه که استاد کردم من کاملا 100% راضی هستم. یک سوال دارم. همه در حزب شما اگر آدم‌های 18 ساله بالا بگن از اون میشوند، شما باید میپرسید که چه کدام مؤسسه را تمام کرده، کدام دانشجویی رو اول میپرسید که در همین حزب ما شما ارزنده یا ارزنده نیستید. ما وقتی که هر شهروند جمهوری تاجیکستان پیش ما اومد خواهش اعضایی پیدا کردن شد در وی از روی قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی و آیین‌نامه حزب رفتار میکنید. شما قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی را میدونید نه؟ چیکار میکنید خودتون؟ من دانشجو بسیار خوب. من بسیار خرسند میشم وقتی دانشجوی ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی را میدونن. بعد از دانستن قانون باید که آیین‌نامه حزب رعایت شود. در آیین‌نامه حزب ما گفته شده است که هر شهروند جمهوری تاجیکستان که به سن 18 رسید برنامه حزب را قبول دارد، برنامه و آیین‌نامه را به ارزش‌های دینی مبین اسلام احترام قائل هست، میتواند با پیشنهاد کردن عریضه و 2 توصیه‌نامه از اعضای حزب عضویت ما را قبول کنند. از این بیشتر ما دیگر حق سوال دادن نداریم. اگر یک آدم ما سوال کنیم که مذهب چی است، کدام دانشگاه را ختم کردی، سواد چقدر هست، منطقه تولدت کدام است، ما قانون رو بیان کردیم، هم قانون و هم آیین‌نامه حزب.
هر چیزی که با طلبات قانون و آیین‌نامه ما مطابق میکنه همون را طلب میکنیم، درخواست میکنیم، یا توکلش به خدا. همه حزب‌های سیاسی همین است. شما فکر نکنید که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اگر کسی بخواد اعضا شود از او یک امتحان جدی میگیرن. آیین‌نامه را رعایت کرده است، عریضه داده است، اعضای حزب میشود. سال 2 سال پیش بود یا 3 سال پیش اون وقت استاد دولتزاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی بودن. در یک سال 20,000 اعضای حزب خلق دموکراتی از صفای حزب رانده شد. برای چی؟ برای مطابقت نکردن با عضویت حزب آیین‌نامه را بیان کرده است. یگان مشکلی داشته است. اونا در وقت اعضای حزب گرفتن نسنجیدن و حق سنجیدن ندارن. ولی وقتی دیدن در وقت فعالیت که فرهنگش مطابقت نمیکنه، آدمی خوب نیست، 20,000 از حزب بیرون کردن. ما هم در وقتی آمدن آیین‌نامه را رعایت میکنیم، ولی وقتی دیدیم که رفتارش، گفتارش مطابقت نمیکنه، آهسته آهسته از حزب خارج میکنیم. همین است طلبات. با نام خداوند بخشنده و مهربان، شهروند شهر دوشنبه اودینزاده. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی بود در مسلمانی ما. البته مسلمانی این نیست که با اعضای حزب باشیم یا تشکیلات باشیم. خب البته مردمی تاجیک همه خود مسلمان می‌شوند. وقتی که در گاهواره البته تولدش در گاهواره در گوشی و اعضا میگویند و کلی زیادی مردمی تاجیکستان که تاجیک است الحمدلله خود را مسلمان میگیرد و ما پیش از همه شکری حاضر شده آرامی جمعیت، شکری پیشرفت ترقیات دولت، شکری سرور کشور محترم جناب یولی اولی شریف رحمه الله میکنیم که تمام قوت خود را برای پیشرفت جمعیت، برای آبادی کرده است. از آن جمله گیریم در ساحه دین یکی از مسجدهای کلانترینی که در آسیای مرکزی یک دومی میستد، چند هزار آدم نمازگزاری میکنند، تعمیرش دوام دارد. تشکر به راهبر شهرمان محترم محمد سعید عبیداللهیش که چندین سال پیش را تشکیل کردند و بینید که این مملکت‌های مسلمانی ما را دوشنبه را شهر فرهنگ اسلامی اعلام کرد. آیا این مسلمانی ما نیست؟ همه این مسلمانی ما هست. البته هر کاری که ما میکنیم باید بی‌غرض باشند، باید در گرد سرور کشور یکجا باشیم، همه صافدلانه برای آبادی وطن، یعنی چی می‌کنیم؟ تشکر، زنده باشید. سوال نداشتید؟ من یک سوال دارم. خیلی مشکور من میکنم شما یک شخصی به سوال دستید. من سوال چرا یکی از اعضایان حزب نهضت ملا عبدالرحیم از این حزب دست کشید و پشیمان شدم گفت و خطا کردم گفته اعلام کرد. فکر میکنم اینجا من شخصی بودم از اکبر بیام خیلی سوال داره همون سرور حزب چرا این طرف شد؟ من همون مولا عبدالرحیم را دیدم، همین سوال شما رو پرسیدنی هم که همه چی شد که خدا یکی از اساسگزارای همین حزب در منطقه کلاب همین قدر زحمت کشیدی، محنت کردی، همین کاری غلط که بود، چی به همین نامعقول را کرد که دردی سری ما کردی بود کجا رفت خدا همون را پرسیدنی هم. ولی انشاءالله که مولا عبدالرحیم هم یک مسلمان، یک تاجیک خوب است، انسان به خطاگی نیست. مولا عبدالرحیم یا اون وقت خطا کرده است یا حاضر خطا کرده است. از دو تا یک تاش است. من نظر شخصی خودم این است که حاضر خطا کرده است، چون تاجیک یک عادت دارد. مسلمان‌ها همش بشریت و بخصوص تاجیک یک عادت دارند که آدم یک رویه را دوست می‌دارند. هر کسی هم باشه، آدم رقیب هم باشد، ممکن آدم یک راه دارد، یک راه است. هیچ کس نمی‌فروشد، خیانت نمی‌کند. آدمی که یک کس فروخت، گذشته خودش را توف کرد، سنگ زد، بداند که آینده‌اش هم سنگ می‌زند. هیچ کس با او اعتماد نمی‌کند. که مولا عبدالرحیم ببینم اگر سلامش میگم، نه از ما رفیق دوستی نزدیکیم، خیلیش ندیدیم شد. میگم که حاضرم وقت هست برگرد، بعد یکم وقت با پشیمون بشه که دیگه رنگ پشیمونی پیشینه رو سود نکنید. سلامت باشید. اگر دیگه سوال باشه معلومات بود بگم دیگه که جنایت کرد خودش جواب میگه. من برای که مثال حزب خلق دموکراتی را آوردم،
در یک سال 20,000 اعضای حزب بیرون کردم. چون که ما حق نداریم. من از روی قانون گفته ایستادم. شما میتونید مثلا نظر شخصی خودتون بگید. من پرسیدم که نظر شخصی شماست یا قانون؟ نظر شخصی شما برای ما معیار نیست. چون که فردا یک کسی دیگر میخیزه میگه که شما دیپلم دارا رو نگیرید، فقط آدمای بی‌سواد بگیرید، اینا رو تربیت کنید. اون آدم خودش الکی باسواد است، دیپلم داره، چی در کار از اعضای حزب میشه؟ بهترش رفته در جا کار کنه. نظر شخصی این یا آن شهروند مورد احترام است ولی معیار نیست. برای ما معیار قانون است. برای حزب کمونیست، نهضت، خلق دموکراتی، برای همه. ما نمیتوانیم اگر همین یک انسان بیاد بگه که من قانون رو رعایت کرده ایستادم، من عریضه‌ام، مرا به عضویت قبول کنید. اگر که نکردیم این انسان حق دارد از بالای ما به سود مراجعت کند و سود به فایده او حق میکند. میگه شما حقوق شهروند پامال کردید. قانون میگه که عریضه پیشنهاد کند، برنامه و آیین‌نامه حزب رو اعتراف کند، میتواند اعضای حزب باشد. شما اینا دیسکریمیناسیون کرده ایستادید. اجازه نمیدید. من نمیتونم بیرون از قانون عمل کنم. اگر شما میتونید مرحمت، شما اعضای کدام حزب هستید؟ خب ببینید، حاضر اگر بیاد اعضای حزب ما شدنی شوید یا خلق دموکراتی عریضه پیشنهاد کرده، آیین‌نامه حزب رو گرفتید، قانون رو آوردید، پیش من موندید. میگه من میخوام اعضای حزب شما شوم. من میگم که عذر میخوام. قد شما از هر زیاد بلند است یا پست است یا چون دیگر اون کمبودی نمیاد. من از کجا میدونم که شما مثلا چی صفات دارید؟ شما قانون رو رعایت کردید. حق ندارم که از روی رنگ پوست ببینید، من حق ندارم از روی رنگ پوست، قد و قامت، از روی موی دراز یا مو نداشتن یا از روی صفات‌های دیگر شما رو نگویم. من از کجا میدونم که شما عذر میخوام؟ چی تاریخ دارید؟ چی گذشته دارید؟ آینده‌تون چی هست؟ و حق ندارم نگویم. قانون اینو طلب کرده است. شما یک کار کنید. من از شما خواهش میکنم شهروند محترم، شما درخواست شهروندی کنید با وکیلان مجلس نمایندگان. پیشنهاد کنید که در قانون عمل کننده جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی تغییرات وارد کرده شود. من میخواهم که هر یک شهروندی که میخواهد اعضای حزب شود این طلبات ها رو باید داشته باشد و هر چیزی که دلتون میخواد همونجا پیشنهاد کنید. ما ان شاء الله در آینده عمل میکنیم. ساکن شهر دوشنبه کریمان مرتباتی بودن، همچون مادر، همچون مسئول. امروز محترم خبیری ما خرسند هستیم که ما شما بخوری داریم و امروز همه ما شما میدونیم که بسیار جوانان ما امروز یک مسئله چی بگم داغ روز هم هست که اکثریت جوانان ما امروز در مملکت‌های خارجی رفته با نام جهاد کرده ایستادند و اکثریت آنها از وی طرف برنمیگردند و امروز شما در برنامه و همچون حزب برای مردم تاجیک، برای جوانانی که امروز رفته ایستادند چیکار کرده ایستادید؟ سلامت شد. بسیار سوال مهم و خوب است. امروز در کشورهای بیرون بخصوص در منطقه داغ جهان در عراق و سوریه بیشتر از 15,000 شهروندان خارجی جنگیده ایستادند با نام جهاد یا مبارزه برای خلافت دولت اسلامی. طبق بعضی آمارها از کشور ما از 200 تا 500 نفر تاجیک یا تاجیکستانی در اونجا جنگیده ایستاده است. از همه کشورهای سابق شوروی نزدیکی 3,000 در اونجا هست. من چند پیش در چچنه بودم برای شرکت در یک گردیانگویی برای دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه. فقط از جمهوری چچنستان که 1 میلیون اهالی دارد، 8 برابر از ما کمتر، در اونجا هم نزدیک 500 نفر جنگیده ایستادن از چچنستان. ما چی برنامه داریم؟ بسیار سوال خوب است و ما برنامه در این مسئله که از برنامه‌های اساسی ما هست. خواهر عزیز، میخواهیم یا نمیخواهیم جامعه ما بخصوص در آسیای مرکزی رو به سوی دینگرایی رفته ایستاده است. بعد از پاشخوری اتحاد شوروی که عقیده مارکسیستی یا کمونیستی پاش خورد، جامعه برای این خالگی را پر کردن در جستجوی یک ایدئولوژی هست. چرا در تاجیکستان ما اول یک وقت کوشش کردیم جای ایدئولوژی مارکسیستی رو با بعض ایدئولوژی‌های نزدیک به خودمون پر کنیم. مثلا یک وقت فکری آریایی با وجود آمد. بهوده با وجود نآمد. ما گفتیم که کمونیستی دیگر رفت باید به ایدئولوژی اینجا رو پر کردن در کار. آریایی بودن. بعد دیدیم که نه آریایی بودن این میتونه انسان به نژاد پرستی برد. همین فاشیستان در آلمان از همین عقیده آریایی سر کردن.
دیده ایستادم که مردم به طرف دین رفته ایستادن، بخصوص جوانان. چون انسان به ایدئولوژی بودن نمیتونه، باید حتما در ذهنش یک ایدئولوژی باشد، به یک چیز اعتقاد کنند. پیشتر به کمونیستی اعتقاد داشتن که همه ما در آینده به یک دولت بزرگ کمونیستی زندگی میکنیم. این از بین رفت. انسان دیگر باید به یک خدا، به یک نیروی بزرگ تکیه کنه. این تلاش مردم را به سوی دین ما با چی تأمین میکنیم؟ چیکار کنیم که جوانان در جستجوی دین به راهگمی نیفتند، فریفته نشوند؟ ما یک راه پیشنهاد کردیم پیشترم. من اینجا اگر کمتر کلانگپی هم شود از طرف ما عذر میخواهم. همین عقیده این شما اون وقت دستگاه بوده در حکومت شهر بوده، ایده برگزار کردن سیمپوزیوم ابو حنیفه اولین مراتب در دستگاه بوده اون وقت. من با دینار شویف دیرکتور اینستیتوت فلسفه بودم، ویسه پرزیدنت اکادمی، نامه نوشتم. گفتم که میخواهیم نمیخواهیم ما نیاز به یک نمونه دینی داریم، یک چهره دینی که جوانان در اطراف اون جذب شوند. بعد نامه نوشتن که بیاید بین حزب و اکادمی یک کنفرانس برگزار میکنیم درباره امام اعظم ابو حنیفه، همون معرفی کنیم، مردم شناسن که ما یک تاجیک داشتیم و مردم دیندار به همون اعتقاد کنند، ایدئولوژی دینی و ملی ما به هم نزدیک شود. جناب دینارشاه که بسیار آدم پخته و تجربه دارن به ما جواب دادن که بسیار خوب میشد که همین نامه شما رو ما بگیریم یک جا به دستگاه فرستیم. این آخرای بهار بود. من گفتم میلش خوب میشود. بعد خاموشی شد، نامه را فرستادم، جواب هر روز زنگ میزنیم چی شد چی شد. یک باره که یک خبری خوش آمد که تاجیکستان سال امام اعظم رو اعلام میکند و سیمپوزیوم جهانی برگزار میشود. ما نمیگوییم که محض تشبوس ما و ایده ما بود، ولی خدا را شکر میگیم که در این مسئله بزرگ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک کم ترک سهم گذاشت. اولین کتاب درباره ابو حنیفه پیش از برگزار کردن سال ابو حنیفه را استاد محمد شریف مزدا خدا رحمتشون کنه درباره حیات و آثار امام اعظم اولین کتاب را در تاجیکستان نوشتن، رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این همه به خاطر چی بود؟ به خاطر آنکه جوانان تاجیک گرفتار پرووکاسیا و پروپاگاندای خارجی نشوند، در فکر جهاد و مبارزه در کشورهای دیگر نباشند، پیش از همه در فکر سازندگی با پیروی از مذهب امام اعظم در داخل کشور اسلام رو بیاموزند. ما هدفمون این بود و حالا هم هدف ما همین است، برنامه ما همین است. جوانانی که سوریه جنگیدن میروند از کجا میروند؟ دو سبب دارد، یا بیکار است، روسیه کارکاوی رفته است در اونجا در دست این تبلیغگران رفتید به سوریه رفت، یا اگر از همین داخل تاجیکستان هم رفته باشد در فکر آن هست که در جهان یک ظلم نسبت مسلمان ها هست و رفته جهاد کردن در کار، این ظلم رو از سر مردم مسلمان بیرون کردن در کار. ما چی پیشنهاد میکنیم؟ اگر ما آزادی های دینی را هم که یک استاد محترم خسته برآمد خوب کردن که در تاجیکستان مسجد ساخته شد، همه چی آزاد است، اگر شماره مسجدها زیاد شود، مردم امکانیت دسترسی به محدودیت به مسجد، به مدرسه، به تعلیمات دینی داشته باشند، معلومات رو درباره دین از سرچشمه‌های معتمد بگیرن، سرچشمه‌هایی که حکومت نظارت کرده است، یگان کس دنبال فکرهای افراطگرایی بیرون نمی‌رود. شما تصور کنید که در ما چه حالت رخ داد. متاسفانه من این رو با کمال تاسف میگم، وقتی که ما قانون قبول کردیم درباره مسئولیت پدر و مادر، مقصد بسیار خوب بود که بچه‌ها در وقت تعلیم درس خوانند، نرود به اون کار دیگر مشغول نشود، از آن جمله به مسجد و مدرسه هم نرود، وظیفه وی خواندن است. ما تا سن 18 منع کردیم به مسجد رفتن، ولی فراموش کردیم یک چیز رو که عصر تکنولوژی است، اینترنت است. بچه حتی در سن 6 سالگی است، در دستش آیفون یا آیپد یا بعد از درس میبرد و وارد اینترنت میشود. امروز در اینترنت حداقل 1000 تا سایت تبلیغی اسلامی هست، بیشتر از 140 کانال تلویزیونی اسلامی هست. اگر 10 تا همین کانال ها یا سایت های درست باشد، 100 تا همین کانال تبلیغاتی نادرست است. یک طرفه از زیر شیعه، زیر سنی است، اختلاف می اندازد. ما اینو فراموش کردیم.
بچه گفتیم اگر این مسجد نرود بس دیگه این آدم درست تربیه میشود. ولی فراموش کردیم که باید مسجد نمیرود و این معلومات غلط رو درباره دین از اینترنت و از تلویزیون و از شبکه‌های فیسبوک میگیرند. ما برای بجای آن که پیش روی بچه را بگیریم که اصلا با فیسبوک نرود معلومات رو از مسجد بگیرند. مسجدی که خودمون ساختیم، امامش رو خودمون تعیین کردیم، مدرسش رو خودمون میمونیم، حتی همون مواد درسیش رو خودمون باید بنویسیم. معلومات دین را باید از اینجا بگیریم. اگر که گرفت معلومات رو پیدا کرد در اساس مذهب امام اعظم، هر تبلیغگر، هر اکستریمیست سلفی تحریری اگر در مغز او خواست اندیشه را جا کند برای جهاد در سوریه، در افغانستان، این میگوید نمیبخشید. من اسلام رو خودم خوندم، فلان دانلو با من این رو گفت، فلان مسجد با من این تعلیم رو داد، ابو حنیفه با من این حرف رو گفته است، من به هیچ کجا نمیرم. ولی وقتی که جوان تعلیم دینی نگرفته است، مثل این ورق سفید است ذهنش، هر کسی بخواد در همین ورق سفید چیزی بخواد می‌نویسد، ولی اگر این ورق پول باشد هیچ کس نوشته نمیتونه، جا پیدا نمیکنه. وظیفه ما و شما چی است؟ یعنی حزب نهضت اسلامی ترکستان چی میخواد؟ ما باید تعلیمات دینی رو خودمون و فرزندانمون از سن مکتبی بدهیم. میخوایم نمیخوایم فرزندان ما نیاز دارن. تعلیمات درست دینی که حرمت پدر و مادر، حرمت معلم، استاد حقش برابر پدر هست، در کوچه توف نکن، نپرتا، او بال است. ببینید ما یک قانون قبول کردیم، عذر میخوام طولانی‌تر شد، درباره اکولوژی قانون قبول کردیم. متخصص اکولوژی آمد، پارلمان سخنرانی کرد، گفت که از همه جای خوبی که در تاجیکستان اکولوژی حفظ شده است، جایی هست که از لحاظ دینی مردم میگن که شکستن همین درخت اوبال است. بالای گلستان ها، مزارها، شهیدا مردم میترسن، میگن که اوبال است. ماهی را حتی از اینجا نگیر که اوبال است، درخت رو نشکن که اوبال است. اکولوژی حفظ شده است، طبیعت حتی حفظ شدگی است. وقتی که دین اعتقاد به خدا، اعتقاد درست طبیعت حفظ کنه، آب حفظ کنه، چگونه انسان حفظ نمی‌کرده است، جامعه را حفظ نمی‌کرده است. پس همون شعری که استاد خواندن که اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. از اسلام نترسیم، نه هراسیم، از مسجد و مدرسه نه هراسیم، خودمون تربیت کنیم. ان شاء الله یگان بچه تاجیک نه سوریه میرود، نه عراق، نه افغانستان، هیچ کس در فکر این کارو نمیشه. سهراب اسماعیلوف ساکن شهر دوشنبه، میخواستم فکر شما رو با حزب نهضت اسلام با یک نکاحی و بسیار نکاحی فهمم. چون که اگر شما ژیرینووسکی را نقض میشناسید، باید در دو مدرسه پیشنهاد کرد که روسو یک زن دارند، با یک زن زندگی میکنند، با یک تاش جدا شده است، با میبخشید любовник دارند، باید دارند، любовница دارند. فکر شما درباره یک زنگی یا بسیار زنگی در تاجیکستان هست، این پنهانی نیست، اکثریت مردم دارند لیکن قانونی نیست. فکر شما را همچون راهبر حزب نهضت اسلام. ببینید من در این مسئله دو تا سرچشمه دارم که با هر دوش اعتماد دارم. یکی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باید رعایت شود، دیگری شریعت اسلامی. شریعت اسلام میگه که حق بگیرید. شریعتی که شما میدونید ما شریعت نمیشناسید. شریعت ما میگه تا 4 تا اجازه. ولی 7 تاش من پوری حال میشنوم. شریعت اسلام نمیگوید 4 تا بگیرید یا 7 تا. مقصد من این است که فسادی رود از بین در بین مردم تاجیک. من برای چی گفتم که یکمش کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، دیومش شریعت. یا شما میتونید جوش عوض کنید، اول شریعت با کنستیتوسیون، اول کنستیتوسیون بعد شریعت. اگر انسانی که این دو را رعایت کند، هم ثبات عائلوی برقرار است، هم جامعه فساد از بین برداشته میشود، هم قانون رعایت میشود. این مسئله نیست که جواب عمیق و دقیق داشته باشد. من شما رو فهمیدم. فقط جامعه اسلامی نه، حتی بسیار از جامعه‌های دیگر هم به این نتیجه رسیدن که برای از بین بردن فساد جامعه چرا ما بعضا معیارهای شریعت رو در بعض حالت‌ها جاری نکنیم. ولی دوست عزیزم، اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همین مرحله همین مسئله را پیشنهاد کنند، اگرچه بسیاری مردم طرفدارند، حتما رقیبان ما، کسانی که عادت کردن ما رو تنقید کردن، میگویند که نگفتیم
اینا فقط در مسئله همین نکاح و طلاق و زن و زنگیری هم باز این مسئله را پیشنهاد کردن. بنابراین وقتی ما در این منبر میاییم اعضایان دیگر حزب درباره بسیارزنی گپ میزنن، درباره گفت شما شریعت علاقه از 4 به 7 بودن، مردم طبیعتش همین است، شریعت 4 گفته است، این برادر علاقه 7 بود. باز اگر یک نفر دیگر 9 تا گفته بود و فرق بین به فکر تاریخ پیامبر از شریعت جدا نکرده است. ولی ما در نهضت به این نظر هستیم که در جامعه ما حاضر مشکلاتی از این مهمتر هست، مشکلاتی از این سخت‌تر هست. ما آیسته آیسته قدم به قدم اگر ببینیم که واقعا قانونگذاری اجازه می‌دهد که مثلا این نه با بسیار نکاحی، اصلا در تاجیکستان ما بسیار زنی من نیست، شما میدونید اینا بسیار نکاحی من است. کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان بسیار نکاحی را من کرده است. اینجا فرق است. شما هر یوریست برای کرسی میگه که در اینجا فرق است. ولی ما طرفدار یک عائله هستیم که از یک مرد و یک زن عبارت است. شریعت برادر عزیز بسیار زنی را اجازه داده است ولی حتمی نمیداند. قاعده یک مرد یک زن است. این قاعده است. ولی در حالتهای استثنایی، حالتهایی که جنگ هست، حالتهایی که بعضی حادثه ها می شود، اکثرا مردها تلف می‌یابند یا مثلا هجرت کرده است، بعضی ها 1 میلیون میگن، بعضی 1.5 میلیون میگن. جوانی تاجیک یک قسمش خانه‌دار است رفته در روسیه ازدواج کرده است، یک گروه دیگر جوانان رفته در روسیه خانه‌دار شده است. در اینجا توازن اجتماعی از بین می‌رود. در این گونه حالت‌ها حتی یک کشور غیر مسلمانی هم چشم می‌پوشد، اگر رسما اجازه هم ندهد چشم می‌پوشد در این گونه حالت‌ها. ولی شریعت یک مرد و یک زن را این را حتمی می‌داند، این واجب است، سنت است، ولی اجازه داده است که در حالت‌های استثنایی تا 4 زن بگیرد. ولی متأسفانه بعضی از مردم همین قاعده استثنا را اصل قرار دادن، میگن که گویا که اسلام گفته است که 4 زن بگیره. اسلام اجازه داده است که 4 زن بگیره ولی نگفته است که حتما 4 زن بگیره. بعضی آدم یک زن هم از عهده‌اش نمی‌بره، 4 زن چیکار می‌کنه؟ میگم این در مورد قانون در کاتولیک چطور بوده، لیکن در قرآن مجید میگه از یک دو سه چهار لیکن یک شکل است. او یک شکل، او گشته آمده است که یک شکل است. بنابراین این طرفش هم باشه. اما جوان یک سوال داشت با بسکری که مردم خونه خود. سوال روسیه برش چند تا از فهمته که در حزب گفته 4000 یا 40000. اعضای حزب از این 2 نفرش جنایت صورت کردن. هم 2 نفری که جنایت صورت کردن در حزب شما اعضا بودن؟ نه، اونا جنایت صورت نکردن، اونا متهم بودن، گمانبر شدن. اونا وقتی که وزیر اعلام کرد که 2 نفر گمانبر شدن، اعضای حزب نظام اسلامی تاجیکستان، بعد فهمیدن که یک نفرش واقعا آمده است کارت حزب را گرفته است، یک نفر دیگرش نبوده است اعضای حزب و گناهشون هم اثبات نشده است. محترم جادی کبیره، در مراجعتنامه شما با آموزگاران و زیایان آمده است که در بسیار معرکه‌های سیاسی خصوصا در انتخابات از طرف آموزگاران و تقلب کاری را داده می شود. خواهش میکنم همین شهر دیگه تا چه اندازه است، چون که ما آموزگاران بیشتر با این سر و کار داریم، در اینجا گویا که تحقیر شده است. شما میتونید هم جمله را یک بخوانید چون که روشن‌تر شده. باید تاکید کرد که در زمان شوروی و امروز نیز بسیار تجربه شده که متاسفانه قسمت از معارفچیان محترم در روند معرکه‌های سیاسی به جای آنکه به کل ملت، جامعه و کشور خدمت نمایند، گروگان اهداف سیاسی مردم سیاست روز قرار میگیرند. علاخصوص در چهاربینی‌های سیاسی به ویژه در انتخابات‌ها استقلال خویش را از دست داده و کار میکنند که در این معرکه سیاسی وسیله تقلب دزدی رای مردم که به اشتیاق علاقه و امیدواری و انتظاری رای خود را به صندوق‌ها می‌ریزند قرار گرفته به خاطر نفع گروه عدالت انصاف را که از اخلاق حمیده و ارزش انسانی است ضایع می‌سازند. سلام شما مخصوص شما رو خواهش کردم که همین قسمت خودت چون در اونجا کلمه قسمتی هست، یعنی قسمی از معارفچیان یا کارمندان ساحه، نه همه‌شان. الحمدلله که در بین
کارمندان ساحه معارف و عموما همه ساحه‌های دیگر اکثریت مردم انسان‌های پاکدل و پاکمنظر هستند، ولی باید با کمال تأسف اعتراف کرد. من خودم این دوره چهارم است که نامزد به وکیل مجلس نمایندگان میشم. 3 انتخابات از سر گذراندم. حالا نمیدونم در این انتخابات چه خیلی است. اکثر انتخابات‌های قبلی حوزه‌ها در مکتب‌های میانه و در بیمارستان‌ها همینجاها میشد و اکثر بار اعضای участковой انتخاباتی هم بسیار معلم‌ها هستند، چون که معلم‌ها قشری باسواد هست. اعضای کمیسیون انتخاباتی بودن، معنی را دارد که باید نوشته تواند، پروتکل پر کرده تواند، میخواهیم یا نمیخواهیم از کمک معلمان استفاده میشود در انتخابات. چرا ما میگیم که یک قسمی از کارمندان ساحه متاسفانه تبدیل به وسیله تقلب میشوند؟ این معنی را ندارد که شما خودتون میخواهید. من بزرگ میخوام شما را در نظر ندارم، یعنی همون کسانی که ما اونها را در نظر دارم، اونا هم نمیخوان که تقلب صورت بگیرد، چون بالاخره انسان عدالت رو میخوان. ولی گاه معلم وابسته مثلا بگیریم راهبرش است، راهبرش باز وابسته راهبر دیگر است. بعضش ما دلیل داریم بهوده نوشته بینم، برای اون که ما همین انسان خیلی فکر کردیم چی باید گفت به عزت نفس نرسد، ولی حقیقت رو باید گفت که بسیاری از تقلب‌ها به دست کارمندان هم участковый انتخاباتی میشن، همونایی که پروتکل پر میکنن، آوازها را حساب میکنن. در بین اونها معلم هم هست، دکتر هم هست، انسان عادی هم هست، ولی معلم‌ها اکثریت هم. ما چرا با معلمان مراجعه کردیم؟ چون معلمان قشری از همه با وجدان‌تر و با نزدیک به انصاف و عدالت هم انسان رو تربیت میکنن. نشود که همین معلم خودش را تبدیل دیم به وسیله تقلب و فسادکاری در رأی مردم. اگر تاجیکستان انتخابات دموکراتی واقعا شفاف برگزار کند، نظری ما است که باید کمیسیون انتخابات رو از مکتب‌ها بیرون کنند. معلم‌ها را در این کارا دخالت نکنند. معلم به وظیفه خودش مشغول باشد. انتخابات یک کاری سیاسی است که باید حزب‌های سیاسی بین خود گذارونند. ببینید انتخابات فقط حزب‌های سیاسی رقابت میکنند. همین خیلی نیست اکثرا. خب مادامی که حزب‌های سیاسی رقابت میکنن، همون اعضای کمیسیون از حزب‌های سیاسی شود. 8 حزب سیاسی است. یک نفره معرفی کنن، 8 نفر اعضای کمیسیون آوازها رو خودشون حساب کنن، راست است، دروغ است، یکدیگر را گریبانگیری کنن، خودشون حل کنن. معلم و دکتر و کارمندان فرهنگ در این بحث‌های سیاسی آمیخته نکنن. ولی وقتی که اعضای کمیسیون انتخاباتی از حزب‌های سیاسی نمیگیرن، مثلا ما پیشنهاد کردیم که در участковый انتخاباتی حداقل یک نفره از حزب‌های سیاسی باشن. ما با قانون پیشنهاد کردیم ولی رد کردن، گفتن که از حزب‌های سیاسی نباشد. چی خیر ما اعضای حزب سیاسی نامزد میشیم، مردم رو تبلیغ میکنیم، همه کار انجام میدیم، 2 ماه در وقت آواز حساب کردن ما در بیرون در هستیم، آواز رو دیگران حساب میکنن، بعد میگن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با همین قدر تلاش و زحمت مثلا 7% آواز گرفت، 10% آواز گرفت. ما میگیم البته این دروغ است، اینجا تقلب صورت گرفت. چون در بعضی ناحیه‌ها استاد محترم، من مثال زنده میارم، ناحیه واسه چرا واسه دیوان بوده است، تقلب به اوج علاش رسید. در ناحیه واسه نمیدونم اعضای کمیسیون انتخاباتی اینجا آقای جلال‌الدین محمود هستن، 80,000 انتخاب کننده بود، 80,000 چند انتخاب کننده. رئیس ناحیه اعضای حزب کمونیست، رئیس کمیسیون حوزه‌ای اعضای حزب خلقی دموکراتی. ما یک 150-200 اعضای حزب داریم در ناحیه واسه. خب اون اگر 10 نفری خویش و تبار و یار و دوست و بچه و کلون داشته باشن، مثلا 1000 نفر اعضای حزب. وقتی که آوازها رو حساب کردن، از مکتب‌ها آمد پروتکل‌ها участковый انتخاباتی اعلام کردن، 80,300 آواز بود. یا دروغونش هم از یادم برآمده است. 40,000 و چند آواز حزب کمونیستی جمهوری تاجیکستان گرفته است و 40,000 پلس 1 آواز حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکرات 0 0 همش 0. بعد گفتیم که برادر این چه شد؟ این کمیسیون چه حساب کردن؟ معلم‌ها رو دعوت کنید، بپرسید. گفتن که خب مردم همین آواز داده است. خب همین اقلا همین 100 اعضای حزب من یا همون رئیس حزب مقدس زنش کی آواز داد؟ نه خب که همین اعضای حزب شما آواز داده. گذاشتیم بحث این تبلیغات کردگی و خویش تبارون و اینو. خب گفتن اکنون تحصیلی پروتکل رفت است، در مرکز ثبت شد، دیگر تغییر داده نمیتونه. شما انتخابات 2005 بردارید. این گپی من میگم شوخی نیست.
در سند رسمی دولتی در نتیجه انتخابات 2005 حوزه واسه ثبت شدگی است. من این مثال برای چی آوردم؟ برای اثبات کردن این آسان است. نو در تمام حوزه‌های دیگر معلم محترم همین حادثه بود. اعضای اون چیز که معلمم ما برای چی مراجعت کردیم با معلمان بگذار کمتر به عزت نفسم برسد ولی مراجعت کردیم که معلمان محترم استادان بیاید احتیاط کنیم در همین انتخابات اجازت ندهیم که یگم کس تقلب کنند. نه ازت 5 آواز میگیرد 100 تا میگیرد 500 تا میگیرد حق حلال شد. انشاءالله در انتخابات 2020 معلم محترم در انتخابات 2020 ما یک مراجعتنامه دیگر میکنیم میگیم که استادان محترم تشکر برای انتخابات 2010 ولی این مراجعت به خاطر انتخابات 2005 و 2010 است به خاطر انتخابات نیست. چند پیش گفته بودید که حکومت تاجیکستان با سیاست ابراهیم میخواست حزب نهضت اسلامی رو قانون نماید. شما اگر خود نماینده یکی از آقای میاد هسته؟ چند وقت پیش کی گفتم این گفت؟ شما چطور میکنید دوستی عزیز؟ دانشجو همین چند لحظه را کی گفتیم همین گفت من؟ نه یک لحظه همین گفت من کی گفتم؟ همین از روی وجدان گفته همین از کجا فهمید که همین گفت من؟ نه همین جمله را از روی وجدان کی خبر داد خودت شنیدی یا اون کس زنگ زد یا اون کس گفت؟ از کجا فهمید از کجا خوندی؟ باید این هم خونده باشی یا اون شنیده باشی یا اون کس گفت شما سوال جواب چیه؟ نه درست همین جمله را من کی گفتم در کجا؟ خیلی سوال یکم بکنیم اگر شما سوال را گفتم سوال را باشه ما خود منبعث بسیار دکنیم سوال شما پیشنهاد کنیم. خب چی سوال است؟ نه همون شما گفتید که همین گپا گفته همین هم من میخوام بگم که شما در اینجا خونده شنیده نوار تماشا کرده شما نگفتید این ما به کتب برادر گفتیم نگفتیم چیکار پیشنهاد میکنیم سوال پیشنهاد کنید چی هست؟ نه من سوال جواب میکنم همین سوال شما گفتید شما چند پیش گفتید که حکومت این کار کرده است همین گپ شما خوانده یا شنیده تماشا کرده همین شما گفتید چی دعوت پیش آورده چی گفتم من دیگه ببینید دوست عزیز من نصیحتی برادران میکنم شما جواب دانشجو وقتی که یک چیز گفتم تا یک آیت است در قرآن من ترجمه تاجیکش میگم اگر یک فاسق به شما خبری رو آورد اول تأکید کنید اول بسنجید تا اینکه خودتون چی نشود یعنی هر کسی به شما یک خبر من باور دارم من همین گپ باز من میگم از کجا پیدا شده است شما همین روز از سحر در کجا بودید در بینای حزب نهضت بودید شما در بینای حزب نهضت بودید همین روز نبودید چون همین گپا تنکیده من چند ساعت پیش در بینای حزب نهضت کردم من بیهوده نپرسیدم که همین خبر از بینای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این جوان چگونه رسید این الکی انیق کردم من برای پرسیدم که خبر به این کس کی سوال داد در ذهنش که همین سوال با کبیریته همون آدمی که به شما گفت بگید که من شرمنده کردید تهمت کرده کبیری وزیر لازم کبیری گپا نگفته بوده است گوش کنه برادران بگید که من در پیش مردم کم تا شرمنده کرده کبیری گپا نگفته بوده است کبیری گفته است که بعضی نمایندگان خالد ثبت است بعضی نمایندگان از نوع مقامات سیاست ابلهانه ضد نهضت رو راه اندازی کردن که با شکست مواجه شد این جمله من است بعضی سیاست‌های ابلهانه رو از نامی بعضی مقامات من گفتم شرحش رو به این جوانی که جشتگی بود یک صاحبکار دیگر این گفتم که ابلهانه در کجا بود ملت رو شرمنده کردن زنی تاجیک رو شرمنده کردن آبروی تاجیک رو در سطح جهانی ریزوندن به خاطر چند تا نوار این سیاست‌های ابلهانه بود که از طرف بعضی آدمان راه اندازی شد ضررش رو پرزیدنت دید یا ندید ملت دید همه ما ضررش رو دیدیم همه به آبرو شد این رو من تاکید کردم و خواهم کرد
انا همون جوابی که به شما یک نفری که زنگ زده است و گفته است که کبیر همین گفت بگو که برادر خطا بوده است. در اونجا سیاست‌های ابلهانه حکومت نگفته بوده است. سیاست‌های ابلهانه بعضی مقامات، بعضی افراد که از نام حکومت این کارها رو میکنند. من شما را درست کردم، سوال بعدیتون هر وقتی که نهضتی رو داده اول آدم بگو که من نوشته که من در اونجا خانه میرم. از پیش خودم در تشکر